سلام علیکم و رحمت الله. دوستان عزیز، برادرای قدردان، من میدونم که همه جای مسکو را دیدگی بیسوریمون لیکن من میخوام که جایی را ببینم که دیدگی نموشه. من همه جاش رفتم، همین کراسنی پلا شد خوب باور کنی خونه 50 بار زیاد رفتم. تمام این دشنبه‌سی تختان با ختان میگن جای نادیده ها میگن ای خونه اوتام ده بسیار رفتم مقصد. انا که من یک جای گفتم که همین جایی که مسلمان‌ها میرن که جدا آورده هم میبینیم یک جای تماشا میکنیم حلاوت میده. چیستا برای شما اینجا کافترکو رو دیدم، برای هم خطیش این کافتر رو داشتم. اینا دوستان عزیز میایم اینجا. انا اجاره برادرو اینا اینا دوستان عزیز دوستان عزیز پراسپکت میر این اختون تماشا کنیم. یک جای میدونیم دروش هم تماشا میکنیم، حلوات میبریم ایره بینیم، بازه بیره بینیم به قدرت خدا. سلام علیکم. خلاص یک تنجه کارو کو خوبه تمام. بسم الله الرحمن الرحیم. من دوستان عزیز در بزرگی خدا جانم که جای دیگه مسجد میبینی حلاوت میبری این بازه بیره بینی. بازه بیره بینی برام این خوشروگی رو بینی. بسم الله الرحمن الرحیم. خب باور کرد خوب میبینیم دارم میبینیم جای بهترین جای طهارت خونه شو میبینیم. این طرف حجت خونه شو میبینیم. یک کار نشان بودم با خود نشان تایی میگیم شما میتونی در مدینه باشی. باور کرد خوش بخون شد حلوات بگیم درجه اولیش. بسم الله الرحمن الرحیم. همه داره مچو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا رفتیم جای لباس کشورکنی، جای کتابخانی، رفتیم که جای لباس کشورکنی اگه باش اینجا میره لباس کشور میکنی. نه یه شیلکاشون هم اصلا میره. خوب دیگه میتاز برو مادا میشده باشید تا. بسم الله الرحمن الرحیم. میگم بلندی ها هوای تازه دارد یا بالا ببرویم کوچیک پر. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. برادر عزیز
در بزرگی جانم خدا بزرگی ربی همه عیزار حلو بسم الله الرحمن الرحیم دیگه برادرها چی بگم اینجا دیگه با گفتن طوری نمیگیرم با قدرت خدا میبینید روی الهام تازه میگیرید چشمات روشن میشه باور میگه دل روشن میشه میبینی خیلی جالب اینه بینی در بزرگی خدا جانم این خانه خدا رو بینید زنده باشید با ما چیزی که مده عجایبای همه چیزا رو با شما پیشکش میکنیم که شما هم عجایب باشه و ببینید و حلاوت برید باقی سربلند خانواده باشید خداوند یارو مددگارتان